السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اینا گرانیسه کسی که گرانیسه میره خراش تو پامه کنیه. اوه دم پشتی ماشین هست. اینا ماشاءالله ماشین نیست. دوتام و دوتا بده اگه ماشین نزنه. اینا ماشاءالله ماشین فروخته. وانگه اینکی نفروخته شینه. بدونی پلورا چیکار میکنم؟ این پلورا میبرم اون قرضدارا میتونم. ماشین فروختم پیاده خدمت کردم قرضدارا میتونم. نمیخوام که قرضدار زنگ بزنه بگه که تو چه خیلی انسانی پول مرا نمیدی. از همتون خواهش کردم قرضدارین خصوصا همون انسانایی که ایمه قرضدارم بود. به خاطری که پولم دادن تو بوره من نگردوندین شما ماشین مفروختم پیاده راه میگردم. انسانایی که قرضدارم سنی پیش همونها گردن کج گردن خم نباشه. خب الله سبحانه و تعالی یاد باشه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انسان قرضدار جنازه نکرد. یعنی خودتون خلاصه خودتون ببرن که مرد نگر جنازه تو نمیکنن. این باردار که میبینین ماشین گرانیچه میبرد انشاءالله هر کسی که گرانیچه میروه برای اونها یک قرآن تحفه کرده میشه. خوشا به حال انسانی که با گرانیچه میره میاد یک قرآن میگیره و گرانیچه سبب میشه و انسان قرآن خوان میشه. قرآن رو میخونده هر یک حرفش انشاءالله که ثواب میگیره. اینا شیرین نره یکی شیرین نری بددار. گرانیچه رفته سینه؟ قرآن سفر کنه به خطر بگردونه و امانی الله باشنه. خب بردارم عزیز رقم رو یکرم. سلام علیکم. با خواست الله و به سبب حجامه دوستان عزیز شما میتوانید آزاد باشین ای درد سر ای عصبانیت ای نرک های زیاد در رو ای پروستاتیت یا که ای درد در شانه ها و در دست پا برای طبابت برادرای عزیز رقم ها در روی اکران شما دیده هستند در شهر مسکو سنت پترزبورگ و یکاترینبورگ